سلام، امید هستم از شهر زیبای سندیگو. امروز با هم می‌خوایم بریم به بزرگترین سالن رقص دایره دنیا سر بزنیم. کاتالینو کازینو که یکی از مشهورترین بناها در جزیره کاتالینا در کالیفرنیا است. این ساختمان بی‌نظیر در سال 1929 ساخته شده که نمادی از هنر، فرهنگ، تفریح در آمریکای دهه 1920 است. طبقه بالای این ساختمان یک سالن رقص عظیمی هستش که با مساحت 1858 متر مربع و با گنجایش 6000 نفر. کف این سالن از چوب افرا ساخته شده که ایدئال برای رقصیدن. در طبقه همکف هم سالن سینمای تاریخی وجود داره که هنوز هم فعالیت میکنه و فیلم‌های کلاسیک رو نمایش میده. سربالایی داریم میایم بالا، آفتاب هم هست. داریم میریم به طرف ماونت ایدا. اومدیم بالاخره به جای دیدنی اومدیم. ببین چقدر راه رفتیم، همه اینجا رو راه رفتیم اومدیم بالا. اینا فکر نکنین اینا مثلا راه، نه اینا میاد بالای تپه. اینو بزنشون بدن بعد ببین چه ویوی بری، چقدر ارزششو داشت. وای چقدر خوشگل، چقدر قشنگ بود تا همه قایقا توی خط خودشون. I love it. بله خیلی زیباست. بزرگترین سالن رقص گرد در دنیا. میگم این بالرومه که بهش میگن کازینو، ولی اصلا کازینو نیست، سالن رقصه در واقع. بعدش میای به همین گرین پیره میرسی که زمینش چوبی و خیلی قشنگ بود که بهتون نشون دادیم. آره ولی ببین ما کجاییم. همه آیلند اینطوریه که به سمت بالاست، میبینی چقدر بامزه است. احساس خیلی خوبی به آدم میده. ما اومدیم پایین بالاخره. اون بالای بالا خونه سفیده رو میبینین؟ اون بالا بودیم ما. رسیدیم پایین بالاخره. باورم نمیشه. وارد شدیم، نزدیک شدیم. فیلم جای گردشگری جزیره کاتالینا رو اگه ندیدید لینکش اینجا میذارم براتون که حتما ببینید. سابسکرایب فراموش نشه. بریم با هم ببینیم داخل بزرگترین سالن رقص دایره جهان چطوریه. So welcome to the theater. This theater was actually the first to be built for talking movies. William Wrigley Jr. saw a talking movie in New York City and he absolutely hated it. He called them squawkies. I cannot stop now. چوبای خیلی نایاب و خاص در کالیفرنیا هستن و همه جا نیستن. چوبای مرغوب کلیساها بودن و همین کاتا تقریبا همین طرح‌ها روشن. این مثلا روکشش عوض شده این صندلی کوچیکا ولی مال همون زمانن و این مبلا بهمون گفت بشینید روش. احساس اینو بهت میدن که اوه چقدر شل میشه، انگار مثل آب باشه که یکی بعد میشینه اونم احساس این باشه، یعنی احساس دریا و اقیانوس و جزیره و اینا رو بهت بده و خیلی راحتن. مثلا گفتش که این موکت رو باید عوض میکردن به خاطر اینکه خب خیلی قدیم میشه. تقریبا 95 سال از سال 2024 صندلی‌ها مال خود همون زمانه و راحت‌ترن و صندلی‌های عقب به خاطر حالت دوم چی میشه هروی مثلا کروی طوریش صدا عقب بهتر بوده چون صدا باستان داشته میومده اینجا و صندلی‌ها 35 سنت بوده، جلویی‌ها 25 سنت و بقیه‌اش هم که نشون دادیم. وسطش صداهای خاص است، دقیقاً وسط صدا اگه حرف بزنی صدات همه میشنون. اینه فکر میکنم تو ایران تو اصفهان باشه ولی اون قسمتی که اون وسط وامیستی صدا پخش میشه که یکی از جاذبه‌های جهانه منو یاد اونجا انداخت در واقع.
دست شما در نکنه به خاطر توضیحات کامل. مرسی. میریم که بریم. سقف اینجا رو می‌خواستم براتون توضیح بدم. اولا این ستاره هایی که رو سقفه 20 عیارشون 20 و طلا هستن. بعد خود ستاره ها حالا هیچ چیز خود سقف از برلپ فکر کنم گفت که باعث میشه صدا بمونه تو و صدا پخش نشه و رنگ و خوب نگه داره. درستیم. چه درسینگ روم بوده. اتاقای خصوصی دیگه که دیگه خیلی For sure. We've got another dressing room in there. There's a beautiful Westinghouse sewing machine. There's a vintage dress from the 50s. Feel free to check it out. آره چرخ خیاطی خیلی شیشتاش کامله از اون وقت چرخ برای که شیشتاش کامل ست مال قدیمی $18,000 این اولین ست اونجوری بوده اینقدر قیمت داره یکی میکشه His friends, stuff like that. Yeah, so cool. اولین اسپیشل افکت و مثلا با رنگ و اینا با این همینجا داره میریم بالا. اینجا بالرومه زهرا دیگه میره اون وسط. بالا که رفتیم تو بالون ما رقص کردیم همونطوری که دیدیم. در زبان فکر کنم اسپانیایی گفت یعنی که یه جایی که مردم دور هم جمع می شدن. اینجا درست کرده که مردم دور هم جمع بشن. برای همین پایین سینما بوده بالاش دوران رقص بوده و خیلی جالب. در زبانی هم ساخته شده که الکل در آمریکا ممنوع بوده. برای همین مثلا اون قسمت بارش و اینا فقط درینک نان الکلیک داشتن. و سقف گفت از صدف واقعی ساخته شده. سقف اینجا؟ سقف اینجا و اون برش که اتاق بار. کلی فیلم اینجا ساخته شده. البته بیشتر در اون قسمت تو هاربر 14 ماه گفت طول کشیده. اینقدر که انگیزه